کن. لطفاً التماس میکنم داد نزنید. نه اوی، اگر یک قدم دیگر نزدیک شوید چقدر آوازی که دارم داد میزنم. خانم زهرا از اینجا رویم همش رو به شما میفهمم. خاموش شو. تو چی خیلی انسان هستی ها؟ تو چند روی داری؟ دروغگویی ساخته کن. گوش کنید خانم زهرا. با دقت همه گروه ها در آثارخانه مرکزی دزدی شده است. کسی در نزدیکترین مسافه باشد به آنجا حاضر شود. مرکز فهمیده شد. ما سرکمیسر اونال به جای حادثه انتقال میکنیم. فهمو؟ من باشم جنی وزیر یاردمچی کمیسر لوین. ای احمق نکن لوین. زود گاز را زیر کن. زود باش. رفتن دزد رو دستگیر کنیم. زود باش. تمام سردارم. آخه من پلیس پروفسیونال ام. ای گبرا بس کن. گاز را زیر کن. زود باش. زود باشید زود. خانم زهرا از اینجا رویم همش رو میفهمونم. مرا سرده مرا گفتم. چی را میفهمونی ها؟ چی را؟ اکنون دروغ‌های ساخته ایت را شنیدن نمیخواهم. آدم بیشرم. گوش کنید زهرا. خاموش شو. نامی مرا دیگر اصلا به زبانت نگیر. دامولایم گفتم مرا فریب دادی. نه تنها مرا بلکه دیگران را نیست. حالا هم با کدام روی گپ زده ایستاده ای؟ گوش کنید بیشرم، بد اخلاق، بی‌حیا. گوش کنید خانم زهرا. خاموش شو گفتم به تو. گوش کنید زهرا من هیچ کس را. خاموش شو. با بالای این باز دوست بر اومدی. تو کو میدانی چه خیلی انسان هستی؟ تو دوستی بیچاره می باشه که شخصیت یک دامولای وفات کرده را دزدیده ای؟ من هیچ کس را فریب ندادم. خاموش شو گفتم به تو شخصی دوست داشته مرا دزدیدی. نقاب زاغ سیاه را دزدیدی. تو دوست هستی. گوش کنید خانم یعنی من. چی تو یعنی ها؟ چی؟ من تو کی هستی؟ با نام زیو یک ساخته کار؟ یا که با نام کلتکی راست یک دوست؟ کی هستی تو؟ نمیتونی ها؟ البته جواب دادن نمیتونی چون که تو یک دوستی پستی ناآدمی نابکاری ساخته کار هستی. خدایا من با کی ازدواج ساخته کردم ها؟ اما این دفعه میبینی یزنه اونالم این دفعه تو را دستگیر میکند. حالا میبینی این کار رو بینی؟ جسارت این آدم رو بین. آثارخانه ملی را دزدی میکنده. فای این جسارت رو از کجا میگیرده؟ جسارتش رو نمیدونم اما در حیاتش بسیار خطاگی بزرگ کرده ایستاده است. باز نظر میکنم ما مانند قهرمان‌های سینما هستیم. من مل گیبسون، شما میستر پوارو. تو چرا مل گیبسون بوده ای؟ آخر من از طرف شخصی بایستادش هستم سردارم. من جوانش مل گیبسون، شما باشید شخصی مولبدار پیرش هستید. پوارو برود داشت که سردار. اوه تو پیر هستی. من چند تا توبرین ها رو از جیبم برآورده میدانی چیکار میکنم؟ سردارم با فکرم کدام به من زنگ زده ایستادن. با فکر میستر پوارو است. اوه سلی. الو لوین در نزدی در کسی هست. دوست بودنش ممکن است. در رو کوفته ایستاده است. التجا میکنم زود بیو. بسیار ترسیده ایستادم. مالش خانم شد. شما تماما خواطری نشوید. درتون رو خوب محکم کنید. من میآیم. لوین میآید. ای پسرم تو چیکار میکنی؟ مگر دیوانه هستی؟ سردارم آجینا کارم برآمد. باید برگردی. ایستا میگویم. ای دیوانگی نکن. لوین آخه سردارم من از در خانه سلین یک دوست آمده است. از همین سبب باید برگردی. ای پسرم اول با آزارخانه رفتنم ضرور است. در آنجا دوست است. دستگیر کردن لازم. آخه سردارم با خانم سلین وعده دادم اگر نرم نامردی میشم. پسرم با دیگر پلیسا خبر میدیم کار حل میشه. خیر نباشد ماشین رو من اینجا من میکنم. من میفرم شما روید. ماشین رو نگهدار. این مردک مرا مل گیبسون میگن. خطبازی من میگم. نگهدار. یک جای موافق بود. سردارم توکلت بر خدا من رفتم. لوین حالا با همه این جواب میدی فهمیدی؟ احمق بیفهم. به همه کی بودنی تو را میگویم. به نزدی همه برآمده نمیتوانید. نه تنها به نزدی همه بلکه از داخل برآمده نمیتوانید چون که تو را پلیس در همه جا میکوبد. تو را دستگیر کرده به محبس میپرتاید. گوش کنید من پلیس ها آمدن. سرده بر این طرف. بری سود. سرده از اینجا همه شو میفهمونم. بعدم میدیم. تو را
فراموش کردن نمیخواهم. سرده مرا. زهرا کمک کنید. یاری دهید. زهرا. پلیس. یاری دهید. یاری دهید. زهرا. سرده مرا. از اینجا رویم. شد بفهمانم آخر. زهرا. یاری دهید. بیایید رویم. دوستی نابکن. سرده مرا. در اینجا چی شد؟ سردارم خیلی کارو کرده است. از این دیوار برآمده و تیرزه در آمده است. بعد باشد باز از همینجا پر آمده است. این هرچه باشد کاری تنها کلتکلس است. این کاری کلتکلس است. این در رو کشو چی کار میکنی؟ سرده مرا. شد زهرا. کمتر آرام شوید. از اینجا برایم همش رو میفهمونم. بعد از اون باشد میرویم آخر. تو چقدر آدمی بد بوده. آهسته آخر. سرده مرا. شد درو. الله سلامت. با کمیسر اونال خبر میگیرم. من کمیسر اونال با ازارخانه ارخئولوژی 3 گروه دیگر روان کنید. بسیار تعجیلی 3 گروه دیگر روان کنید. احاطه کردن لازم است. این دفعه تو را دستگیر میکنم کلتکلس. دستگیرت میکنم. سردارم مردی دوز یک زن رو هم دوست دید. اوی کلتکلس این سفر از دستم خلاص نمیشوی. تو با من بیا. همه با ماشین ها زود سوار شوید. چرا مرا دزدیده ایستادی؟ چی کار کردنت رو میدانی ها؟ زهرا لطفاً سفسطه نگوید. من شما را ندزدیدم. پس چرا مرا اون زمان در آنجا نگذاشتی و با خود اسیر گرفتی؟ نمیخواهم که بایزنتون همه چیز رو گوید. نمیخواهم که همه کار رو بربودید. چون که میترسی از محبسی شدن میترسی. این را باید پیش از جنایت کردنت فکر میکردی. اصلا خوبترش رفته جزایت رو گرفتن است. اگر به این هم تسلیم نشی من همش رو به ازای اونا نمیفهمونم. عجبا چی رو میفهمونید؟ مگر شوهر شما بودن کلتکلس رو میفهمونید؟ تو شوهری من نیستی. فهمیدی؟ نیستی. اما این رو یزنتون نمیدوند. بابایتون یزنتون شما همه رو فریب کرده. مجبور شدم. مجبور شدید؟ پس معلوم شد که هر انسان زمانهای مجبوری داشته است. برای همین جنایت کردی. خانم گوش کنید. من جنایتکار نیستم. فهمیدید؟ همه چیزها مانند دانستن شما نیست. من دیگر دروغ‌های تو رو گوش کردن نمیخواهم. ماشین رو من کن. خانم زهرا ایشتید صدمه میکنیم. لطفاً خیل نکنید. من که گفتم آخر صدمه کنیم کردن گریمه. مرا از این ماشین فرار. اشکارا ماشین من دزدیده ایستاده است. دوز. اکنون دوست شدیم. مگر این خیلی چیز میشود نکنید. گوش کنید. من نمیخواهم که همش رو باید نتون فهمونید. کی بودن مرا به هیچ کس گفتنتون لازم نیست. من خواهرم رو نمیافتم. برو دیگر گم کردن نمیخواهم. فهمیدید؟ خواهرت؟ بله. درباره اکام بعد از ستون یگون معلومات اومده است دانستن میخواهم. تو حال درباره کلتکلس یگون معلومات به دست نآوردیم. کلتکلس؟ بله. کلتکلس؟ بیتل خواهری تو است؟ بله. لوین در کجایی؟ التماس میکنم زود بیا. خانم سلین اومده ایستادم. خاطر نشوید. از شما یک خواهش دارم. تو اومدن من یگان اوقاتی بامزه پس که لوین گیش نمونده است. هیچ کمی سه قوتی کار میخریم حل میکنیم. تمام. مایلش انتظار میشوم. هم مردک تیزتر های کن گذا بجق. آخرین خیل نمیشود اکا. مرا من کردید. من شما رو شهروندی عادی فکر کردم. ماشینم رو گرفتید. پلیس بودید. این خیل شدنش ممکن است. هیچ گپ ندارد. چیزی نمیگویم. در حیات چیها کی نمیشود. آخر با پلیس کمک کردن وظیفه شهروندی ماست. اما با تو آشکارا میگویم که تو هم به اجرای وظیفه برآمدی اکا. آخر من هم وظیفه به خود خاص دارم. با تو صدقه. این خیل نمیشود آخر. ای برادر تو این قدر آدمی سرگپ بوده. گاز رو زیر کن. گاز رو زیر کن. تو چی ها میگویی آقای پلیس؟ انا دیدید بازرسی اتومبیلی هم از قفای ما شد. یه درباره تحضیر ملیسه ششتگی یاردمچی سرکمیسر لوینتی روزی بیگ گاز را زیر کن جوابش رو میگویم. هم بچه زیر کن. من میگویم که از پس همون بازرسی دولتی هست. تو باشی گاز رو زیر کن میگویی. هم مردک میگویم درباره شما ملیسه ایستادگی گاز را زیر کن. دیر شد سیلن در خطر است. بیتل هم میداند که تو دوست هستی. چی علاقه دارد؟
بیتول ما رو همچون دملوزی رو میدونیست و همیشه همین خیلی باید داند. چون که تو دروغگوی هستی. حیاتی تو پر از دروغ هست نه؟ کنیلات رو مانده. با دقت همه گروه ها ماشین دزدیده کالتگلات در کوچه مرکزی رفته ایستاده است. همه گروه ها او رو احاطه کنید. آی کالتگلات، این سفر از من خلاص نمیشوی. تو رو حتما دستگیر میکنم. مرا فراره. خانم زهرا، ماشین خودم مرا دزدیده ایستاده است. خانم زهرا، فرار گفتم. ایستا محکم باش. بسیار هم خوب شده سی. ماشین رو با اینجا پنهان کردن در کار. تو چی صرف ساده گفته ایستاده؟ ماشین کی رو در کجا پنهان کردن در کار؟ خانم زهرا، اگر پلیس ها من را دستگیر کنند سر هر دویمون در بالا میمانند. از نام خودت گم زن مرا چرا پلیس ها دستگیر میکردند؟ از برای خدا یک دم خاموش شوید. این رو بیننده؟ تو چی کار کرده ایستاده ای؟ برادر شما هم پلیس، منم پلیسم. خصمت امیرم وعده میده که من میگیریم میتیم. خانم سلین در خطر است، باید اونم من نجات دهم. مرحمت پف کنید. خدایا گذروندی. اوه 15.5 فویز. تو چی خیل با این حال ماشین راندی ها؟ تجهیزات خطا نشان داده ایستاده است آقای پلیس. من مست نیستم. بیا برادر بیا. با اجرای وظیفه مخصوص میرویم ها؟ هیچی مرا نگاه نکن. گناهکار برای سوال جواب داد 100 فویز. افیق کمادی در ماشینش طرفری 3 داره. بگی 510 تومان رفت. سلین نجات دادن در. های ماشینم رو دزدیده ایستاده است. دمت رو گیر. پلیس چرا ماشین تو رو دزدید؟ حریفی بدمست. آخی آقای پلیس، من راست میگویم شما خطا کرده ایستاده. نامت رو بیا. گوش کنید. خانم زهرا، گرفتن لازم. خانم زهرا با من نروید. بیاید با من میرویم آخی. رفتن در کار. خاموش شوید آخی. چرا گریزم؟ مرا ساده. من پلیس همشو میفهمونم. بیازم همشو میگویم. التماس میکنم آخر خاموش شوید یک دم. شد. بله سرده تمام. تمام آرام. سرده تمام. با کجا میبری آخر؟ با این طرف بیایی خاموش شو آخر. خاموشه چرا خاموشیستم؟ خاموش نمیستم. تو مگر گناهی انسان دزدی را نمیدانی؟ فقط نگوی که برای دزدیدن من مجبور شدی. چه خیل دوزی؟ درباره کدام دوزی گپ زده ایستاده؟ گوش کنید، اگر مرا با آنها دید هیچ چیز به دست نمیآورید. اگر مرا فکر نکرده باشید بابایتان رو فکر کنید از بیمارخانه نبرآمد. بابایم به تو باور کرده بود. لعنت به تو. لطفاً گوش کنید، التجا میکنم با من کمتر باور کنید. التماس با من کمتر باور کنید. همش رو درست میکنم، وعده میدیم. همش رو درست میکنم میگویی وعده میدهی، ولی باز گناه میکنی صدی رو هم شده درست میشم میگویی. من به تو چه باور کنم ها؟ کمتر با منطق فکر کنید. کمتر با منطق فکر کنید. اگر مرا به دست اونها دید تنها بابایتان رو بیتل رو هم میسازانید. گوش کنید زهرا، من نو خواهرم را یافتم. حالا از دیدارش سیر نشدم، اکنون از او جدا شدن نمیتوانم. با این طاقتم نمیآید. از شما التماس میکنم مرا با آنها ندهید. التماس میکنم لطفاً. رفتنمون لازم است. این خانه خالی است. با اونجا رفتم پنهان میشویم. تو فولبین هستی مگر؟ از کجا میدونی که این خانه خالی است؟ برای خالی بودن این خانه رو فهمیدن شرط نیست منجم باشی. قطی پشت پر لب به لب تاربندش رو کنده پرتافتن. از برای خدا با اون خانه درایم آخه. من چرا درایم؟ من مثل تو دوست نیستم، فهمیدی؟ خانم زهرا با من میروی. رفتیم گفتم. سرده مرا. رفتیم. تمام. گریز. زهرا دیگر مرا نمی‌یابد. به خانه دیگر کس می در اومده ما؟ دوست. دقت باشید،
همه جا را خوب جستجو کنید. مرا فهمیدید بچه‌ها؟ یزنا زهرا تو در اینجا چیکار میکنی؟ یزنا اصلخونه را کارتکیلس دزدی کرد. این رو از کجا میدونی؟ کارتکیلس داملازیو بوده است. چی؟ کالتاکیلوس دوملوزیوس؟ اینقدر هم نیه. یعنی تو با کالتاکیلوس اویلادور شدی؟ ولی بابا جان اما من این رو نمیدونستم. علاوه بر این ینگه طولینم راز میگفتن. ازدواجی ما ساخته بود. خیر اگر ازدواج ساخته باشد طفل چی؟ طفل نیست. چی؟ تو حالا حامله دار نیستی زهرا؟ بابا جان حامله داریم هم دروغ بود. بابا جان من از شما عذر میخواهم برای دروغ های گفتم. بابا جان گفتن نمیتوانم. یکی به بابایم یک گناه سر اخته. چیکار میکنم؟ به یک جنایتکار کمک میکنم. خدایا چیکار کنم؟ کالتاکیلس در همین نزدیکی ها هست. فهمیدید؟ نگذارید که این دفعه از دستمون گریزد. همه جا را خوب جستجو کنید. یگان سوراخی نماند. باغچه را هم بینید. بامی خانه ها را هم از نظر گذرانید. شما با من بیایید. رفتیم زود باشید. حالا در آنجا زود باش. چشمان نیست مگر ها؟ با خدا که اوست. لبه تو من خانم سلی دستا با بالا. من کی را گفته شدم؟ برادر تو کی هستی؟ جان در دست سیلا داری اجازت آمد داری مگر بر پولیس رو بینند مشکلی می شود. هم مردک من خودم ملیسه هستم در رازی خانه خانم سله چی کار میکنه؟ خانم سله پرابلم را حل کردم تمام راحت باشه. لویت این توی نترسید خانم سلین همش در زیر نظارت من است. تا اون دمی که لیوین در بر شماست با شما سلین جان عزیزم یگان خطر نخواهد رسید. آقای پلیس لحظه خوش رو بیان کردن نمیخوام اما دوست در آمده است بخونم. خیز برادر خیز یک بار دیگر در نزد در خانه سلین شما رو بینم گوشت رو میبرم. چی؟ با حالی گرفتار شده من نگر باید پنهان شوم. آمده ایستادم. در جای دیر دستانت رو بردار. ایستادم تو کیستی؟ کنی به من نگر؟ نگر زهرا؟ اگر خواهی من تو را تا خانه‌ات ببرم برم تا خانه تا برم کنی پیش درو کار خیز تمام. ایستا با نغلطی خدا توبه. هم مردک کجا را نگاه میکنی میگو که پیام باشی. توبه خانم سلین یادن جر شید بدبخت نخواد در رمضان عرق بخری. لوین مرا ببخش من او رو دوست فکر کردم. خوب کردید خانم سلین. یعنی ممکنی بدبختی ناکس دوست هم شده میتوانست. با همین چوبکی دست زیبی خانه لوین تداری خطا نفهم سلین. تشکری زیاد.
خیرت کی هستی؟ خوش میکنم سلین جان، این وظیفه ما است تا که مردم خواب رود آرام تا سحر بیدار لیوین جان. شما حالا بدنون در آمده درتون رو خوب محکم کنید، خوب استراحت کنید. معلوم بسیار ترس نیست. شبهای خوش. وای بیا به خونه درو با تو قهوه آموده میکنم. قهوه؟ در آواز سکت سلین جان. زحمت نکشید خانم سلین جان، در کار نیست. نه جونم چی زحمت، یک قهوه بوده است. هم برای من شده ناراحت شدی. نه تر نگوری خانم سلین، من پلیس هستم و این وظیفه من است. که خواهد من میایم نصیب بد از توی بد قهوه رو نمیشه. زحمت نکشید، من میروم. جونم 5 دقیقه میشنیم و میروی. 5 دقیقه؟ مدامی که این خیل میگوید چوبکی دستتان رو یک طرفه گیرید لیوین میداره. مرحمت. با اکه کن اون زنگ زده همش رو بگویم چی؟ بیامونی از برای خدا کدام وقتی که زنگ زنیم غضبش رو از ما میبرارد. علاوه بر این از اون حریف بسیار حقارت‌ها میشنویم. خوبش نگوییم این رو ها؟ خیلی ما نگوییم از کجا میفهمد؟ به خدا راست میگویی. بله. فکرم زنگ نزنی بهتر. گوش کن نمی. من سیر رو داشته نمیتونم. میبینی که سیر رو در رفت فوش کرد. آخر چیکار کنم؟ این خصلتی بدی من است. میفهمی؟ از تو؟ های جانکمی با خانم سلین اینقدر مانندی داری. این رویش هم مانند است، یک رویش هم. های زنی احمق یک را مرا فریب داده. کی میداند به کدام قبر رفتی؟ ای باشد اکنون سلین است. تو اگر از نزدم برای پرویت نگاه نمی کنم. هی تایلاق فکرم را پریشان کردی حریف احمق. اکا جان همون لیوین چورچشمه از کو با خونه سلین در اومد. ما گفتیم ما خبر دیم با از اگم کسی دیگر نشنوی اکا جان. تو چی گفته ایستاده ای؟ ها؟ چی گفته ایستاده ای؟ آن احمقی چورچشمه در خانه سلین چیکار میکند؟ بخدا اکا گم فکری بد ندارم. دویده با هیجان زیاد به خونه داخل شد. وقتی زیاد است که در همون درون است، لیکن چیکار کردنشون هم نمیدونم. ای تایلاق تو دیوانه شدی؟ تو چیکل گپ زده ایستاده ای؟ مرا گوش کن. غضبی مرا نیار، من در حال میایم. من نمیگذارم که سلین از کسی دیگر شود. نمیگذارم. انا دیدی؟ وای حریف از پشتی تو شده مرا دشنام داد و پس زد. فهمیدی؟ برادر به من چه علاقه دارد؟ ای خودت زنگ زدی. عقلت کار میکند یا نه؟ خودت زنگ زده گفتی مرا چی گناهکار میکنی؟ تو نگفتی که اگر تو نگویی من میگویم ها؟ من به تو چی گفتم؟ چی گفتی؟ شاید همین خیلی گفتم. تو از راستی میگویی؟ راستی این کار چی خیلی میکنی ها؟ چی خیلی؟ های با من این خیلی ننگر؟ های اول تو به خودت نظر بکن. در اینجا آرامکر نشسته حلوات برده ایستاده بوده من این رو برباد دادی. حالا می آید و از گفته می آید. یا خدای توبه. زهرا تو در اینجا چی کار میکنی؟ یزنه من چی؟ آخر چون من اینجا شبه رو دیدم فکر کردم که کلتای کلاسی بیشرم این طرف گریخت. چی نگاه دارید؟ با اطراف پنگ شوید و من کلتای کلاس رو یابید. شما دویتون در اینجا مانه. زهرا من نفهمیدم تو در این کوچه تاریک چی کار میکنی؟ چی؟ اینجا مهمان خونه است. به خدا که بسیار زیبا بوده است خونه همون. تشکری زیاد. انا بین اینها پدر و مادری منم. ها همین خیر. پدر و مادر چقدر آدمان خوشبخت بودنده. بله همین خیر است. بسیار پزمانشون شدن. باوری دارم که آنها هم شما رو بسیار یاد کردن خانم سلین. حالا میبینی شاید روز از ایتالیا بار اومدم میآینده به شما سورپرایز میکنن. بسیار خرسند میشدم. من هم بسیار میخوام که با خسور خوشنامانم آشنایی پیدا کنم. یعنی انسان‌هایی که شما رو به دنیا آوردن میخوام با آنها شناس شوم. هیچ گپ نه، هیچ چیز نشده است. برای من ارزشی معنوی دارد. از ایتالیا خریده بودم. تو فرو از ایتالیا خریدید؟ بسیار قیمت است. در جایش گذارم؟ عذر. در اصل دیگر چیز گرفتنی بودم اما فرصت نشد که خرم. چه خریدنی بوده؟ گربه از تخته تیار شده. یعنی خریدن میخوام اما فرصت نمیابم. خیر میلش من خواه اومده میگم. میلش.
خانم سلیم برای من قهوه تیار میکنن. من در خواب باشم یا در بیداری. خود را با دست که سلیم لیوین جان آرام باش، یکون کاری مهم نیست. آرام شو لیوین جان، یک قهوه است. سلیم برای من قهوه با شیر تیار کنید. پلاس مثلا باز از تیار خریده. زهرا تو مگر از من یکون چیز را پنهان می‌داری؟ یازده این چی سخن است که میگویید؟ من چرا پنهان کنم؟ چرا پنهان کنم؟ زهرا یک ساعت شد از تو میپرسم که در اینجا چی کار میکنی؟ تو ای و او گفته چی گفتن رو نمیدونی. من هیچ چیز رو نمیفهمم. زهرا آخر گپ زد. آخر من چی کار نکردم؟ یازده ترسیدم، به این طرف به اون طرف دویدم. ترسیدی؟ مگر کلت کلاس رو دیدی؟ نه، این بازی را تا کجا دوام داده میتوانم که به یک کسی جنایتکار کمک کنم؟ التماس مرا با آنها نفروش. خدایا من چی میکنم؟ زهرا گبدان چی خاموشی شده ای؟ اگر کلتکیلس رو دیدم گویم عجب و همه چیز بدتر می شود. زهرا یزنه من از ترس زبانم لول مونده، از همین سبب خیل شدم. امروز در آفیس کار زیاد داشتم. از آفیس برآمده به خانه رفته ایستاده بودم. ماشینم کم ترکک ویران شد. من باشم برآمده کو من خواستم از ماشین فرا آمدم. بعد باشد چون انسان ها دو توز داشتن ترسیده و گریختن آغاز کردم. من پلیس بودنش را از کجا دارم؟ خیلی اون کس رو دیدی که میگریخت؟ نه من هیچ کس رو ندیدم. مالش بچه ها تا به خانه تو رو همراه میکنن. زهرا نه یزه من خودم میروم. ماشینت ویران نشده بود؟ کم ترکک ویران شده است. حالا من آن رو از نظر گذراندم. اگر یگان مشکلی داشته باشد مثل گفته شما میکنم. انا اون در اون ماشین خانه است. در ماشین خانه؟ کدوم ماشین خانه؟ در ماشین خانه دوستم. خوب تمام. پس نباشد بچه ها تا به ماشین خانه با تو همراه میکنن. زهرا من باید عاجلا روم. مایلش یزنه داشته میدیم. خانم سله شما فولبینه تبی دیل مرا پخته. او شود اما از وزی گفته مانم من فال دیده نمیتوانم. من نتوانم. تو میتوانی؟ بله، یعنی من در این باره درسی مخصوص گرفتم. الان در موضوع فال دیدن استاد فولبینه آموزش میشم. به خودت اوی سله تو چی کار کرده استوده یا؟ انا اکای کنون هم اومد. او بخدا کی اومد؟ توی در اینجا آرام نشسته بودی من؟ خیر چی کنم رفت. احمق. او در کجا است ها؟ در کجا؟ با خدا آقا اون احمق در درون است، بیرون برآمده است. رفته آن حیوان را به نزد من آورید. آقا اینقدر زود قرار ندهیم ها؟ در درون آدم پلیس است. اگر به خانه داریم جنایت شدنش ممکن است. دمت را گیر تایلا. از تو یگان کس پرسید. رفته آن میمون را به نزد من آورد. تمام رفتیم. مایلش در اینجا کسی هست. انا بین نفری است که بسیار زیبا است و با شما عاشق است. شاهزاده است که روزی آمده با اسب سفید شما را سوار کرده میبرد. همین خیر؟ بله، یعنی اون کس انا بینید به شما بسیار نزدیک است. او همیشه در نزد شما است ولی شما او را نمیبینید. او تمام هستیش را برای شما بخشیدگی است. همیشه عقل و هوشش به شماست. او شما را دوست می‌دارد اما شما او را زیر کرده میگذارید. با فکر من اینقدر کیفایه است و تو بسیار سپاسگزارم. دست درد رو نبینه. از شما سپاسگزارم سیلین جان. برای قهوه تیار کردت می ندارم. خیر به شما شب خوش. من میروم. خیر. ایست نرا. چی گفتی؟ یعنی چی؟ نمیرفتی میموندی؟ خانم سیلین در بر شما خواب روم؟ وای با تو سیلین، مگر انسان خودش را اینقدر شرمنده میکنن؟
تو خطا فهمیدی، من این خیلی گفتنی نبودم. نباشد چرا در نظر داری خانم سلیم؟ چی جونم؟ یعنی دوست اومده بود کو؟ گرچنده که دوست ناامده بود من تو رو برای همون دعوت کردم. میفهمم خانم سلیم، این برای ما تماما حالات پروفسیونالی هست. برای به خاطر شما من آمادم که در پشت در خانه شما خواب روم. یگان دوست به اینجا نزدیک شده نمیتواند. خانم سلیم، من برای محافظت کردن آمادم، اما در این نصف شب در خانه شما ماندنم آنقدر زیبنده نمیشود خانم سلیم، چون که من گرگ هستم تو گوسفند. آخر لوین سلیم میخواد که در برش باشه، تو چون میگویی بیعقل؟ این چی مناسبت است جانم؟ البته که در اینجا موندن نمیتوانی. من چی برای خودم رو بهتر حس کردم تو رو گفتم بیمون. البته که در اینجا موندن نمیتوانی. شبی خوش. من میرم. ای خدای توبه. خانم سلیم اگر ناراحت باشد، اگر ترسیده ایستاده باشد، من انتظار شده میتونم، یعنی در بیرون. لازم نیست لیوین، تشکری زیاد. آخر یکی همون دوز با خونتون باز بیاد و به شما تهدید کند، بعد چی میشود؟ لیوین از راستی لازم نیست. پاگاوو میخوریم. تو بازدید من میرم خانم سلیم. با این طرف. با این طرف فراموش کردم. شب بخیر. برو مانا خواب رویده چیز نمیشه. خیر. روتسیا لیوین ایچ کاری کرده گید بود. آی کلت کلاس در کجا هست ها؟ سردارم در هیچ کجا او رو نیافته. چی خیلی نیافته؟ چی خیلی نیافته؟ چی مگر و به خاری زمین در آمد؟ مرا دیوانه کرده. یا بانکو اوه کلت کلاس. چورچشمه؟ ها آدمانی کنعانی دیوانه، شما در اینجا چی میکوبید؟ مگر رای خونتون رو گم کرده؟ اکای کنعان تو رو در ماشین انتظار است و تو گپ داشته است، فهمیدی؟ کنعانی دیوانه با من گپ زدن میخواهد؟ پیش داره شرف یک دقیقه الیو در مقابل تو پلیس داده است. های دستانت بسیار بازی کرده ایستاده، ایتاد باش باز نشکنم. شفتون در ماشین ای؟ بله تو رو انتظار است. رو این رابین باز ماشین است در نزد خانه خانم سلیم گذاشته است. حرفی بی‌تربیه. در سردار بکشو. بیا چورچشمه درا. برای تو به اینجا همراهی کردنتون بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. شب خوش. شب بخیر. چی شد آقای کنعان؟ مرا یاد کردی؟ هم مردک میمونی قطعی ینگه یا 10 دقیقه صحبت کنیم. من هر وقتی که با ینگه باشم شما در را با آدم‌ها در همون لحظه و همون وقت پیدا میشوی. خودت مثل شفا در ماشین دراز کشیدن میشینی و شاگردان رو به طرف من روان میکنی. با کامیرا نباشن اینجا. خاموشا و داماد را گیر. اینقدر بسیار نلق کثیف. گپ زنی ربی. بیا مردانوار گپ زنیم. مردک برین. میلش گپ زنی چی گپ داری؟ تو در خانه خانم سلی چیکار میکنی ها؟ باز در این نیمه شب کاری تو چی؟ مگر در این بارا با توی صحبتی ها؟ کاری تو چی؟ آی تو چقدر آدمی پست و رزیل بوده ای ها؟ چهار چشمه ای بیشرف برای با خانم سلین تنها ماندن مرا فریب کردی. با من گفتی که آن دختر بیتول خواهری کلت کلاس است. یه مردک داد نزد چی داد میزنی؟ کنی گپ تا بزن بفهمیم؟ گوش کن آخرین دفعه آگاه میکنم تو را در نزد خانم سلین دیگر نبینم. حتی اگر در اطراف خانه اش ببینم گوشهایت را میبرم. تو خودت کی هستی؟ تو خودت کی هستی؟ مناسبتی که بین من و خانم سلین است و تو چی دخل داره؟ بین تو و خانم سلین چی بود است؟ گوش کن مرد کار تو چیه؟ تو ملسه که خدر پرس و پاس داری. در اصل باید من سوال دیم نه اینکه تو. مرا گوش کن در مقابل تو باشد دیوانه ایستاده است. من تو بر این مار پخی را گوش نمیکنم. مرا بیهوده دیوانه نگفتم فهمیدی؟ دیگر تو را آگاه نمیکنم. این آخرین آگاهی ام است. چهار چشمه این را دانسته باش. زهرا با یزنه‌تون چی گفته؟
کاری تو چی؟ چیزی گفته باشم گفتم. گوش کنید. گفته‌هایتان رو من باید دانم. چرا؟ میگریزی؟ در این حالت نمیگریزم. از این بعد به هیچ کجا نمیگریزم. خواهرم رو تنها نمیگذارم. به فکر من تو او رو پرتفتی. با مانند بیتل خواهر هیچ ارزنده نیست به تو. دستت رو گیر دستت رو در. زهرا این خیل نکن. از دست چلاق چیزی میاید کردن گیر میلش. گوش کن، تو هم مرا هم بزرگی عشقم رو نفهمیده بودی. من از سیلن هرگز دست نمیکشم. این رو با اون عقل دیوانه جا بکن و از پسی من نگر. میل شکر کنان باشی. کم شو. ای قرباکا، این رو خودت خواستی. من اکنون میبینی. خوش آمدی. خوش باشید. معلوم که امانت رو آوردی آقای کاتاکیلاس. آوردم اما امانت این دفعه بسیار وزنی رفته. دانسته باش. بسیار خوب. انا بین در مقابلش برادرت رو میگیری. کفایه نیست؟ کفایه نیست. اگر دنیا را هم دهید کفایه نیست. احسن. خدا را شکر. تشکر به تو. سلامت باشی. در کارت خوب بوده ای. این رو بغیر از تو از آنجا دیگر هیچ کس دزدیده نمیتوانیست. مخلصی تو هستم. مقام و مرتبت باز هم در نزد من بلندتر شد. بیهوده تو رو کاتاکیلاس نگفتند. گذارید روند. یگان کس در این زمان برای برادرش حیاتش را اینقدر در خطر نمیگذارد. برادر که بودن کاتاکیلاس آشکار شد. باز دنباله گفته جماعت رو فریب میدهد. امر میبرارد. حالا میبینی شوکت دیدی هم یک هیکلچه برای ما چقدر مشکلی رو با حیاتم رو سزندی. حیاتم رو برادر به خدا که ندانسته شد. خاموش رو شکر. از روی تو شده. زهرا رو تا آخر عمرم از دست دادم. خواهرم بیتول چون فهمد که اکاش دوست قاطعش عجب چی میکرده باشد. خدا میداند مرا از حیاتش تماما تازه میکند. نه او رو یافتم گفتم باز بیتول رو از دست میدیم. به خدا درونم میسوزد برادر. چی گفتنم را نمیدونم. یگان چیز نگو شوکت. اکنون هیچ چیز نگو. یگان جای گپش نمانده کنم. مگر این خیل میشود من برادری تو هستم. تمام شد شوکت. فهمیدی؟ چی تمام شد؟ تمام شد آخر. برادری هم دوستی هم تمام شد. انشالله هدایت میابم. خفه نشو برادر. التماس مرا تنها بذار. من کمتر تنها موندن میخوام. رو.
روزهای دراز با یک آدم در یک حجره خواب کردم، با یک دوست. گیر خدا از تو راضی باشد سیوال جان. حیاتت مانندی آب شود، آبیارانت بسیار شود. سرم چنان در کرده شده است که فهمانده نمیتوانم. دلم آرام شده. تمام کرده باشی زود بیرم. ای سیوال یک چیز بگویم، ما دوباره یک جا شده نمیتوانیم. تو چی گفته ایستاده ای؟ آخر من تو را بسیار دوست می‌دارم. من بسیار عوض شدم، بسیار به خدا بسیار عوض شدم. البته تا درجه‌ای که به جای اون کنعانی دیوانه به محبس می‌دروی ها؟ ای کنعانی دیوانه رو همراه مکن. اگر ما دوباره یک جا شویم همانندی گذشته همش خوب می‌شود. التماس به من باور کن عزیزم. در گذشته بسیار خوب. البته مرا گوش کن نمیک، من دیگر با تو کاری ندارم. این رو بفهم. اکنون زود بیرم. زود باش. اگر تو در حیاتم نباشی زندگی با من حرام است سیوال جان. بله بتول اکا جان خواهر بعضا خوب دیدگی بر این حس میکنم، چونان میترسم که یکی این خوب به آخر میرسد و شما مرا پرتفته میروید. خاطر نشو، تو رو پرتفته با هیچ کجا نمیرم، با هیچ کجا. تو خوب هستی؟ طبعا کیم چخیل خیره میتابد؟ نه خوبم دین شب خوبم نبود. به فکرم از همین سبب است. بیمار نیستی؟ نه بیمار نیستم جانم. فهمم. و تو چی شد؟ چرا میخندی؟ نمیدونم، بعضم باورم نمیآید. اکم از نزدم اومده حال و احوالم را میپرسد. اکا تو از من چیزی رو پنهان داری؟ بسیار پریشان مینمایی. نه بیتول خوبم، من یگان چیز رو پنهان ندارم. مگر باینده زهرا جنگ کردید و به من نمیگویی؟ زهرا؟ نه جانم این خیلی چیز نیست. اگر این خیلی میشد چرا نمیگفتم؟ انا برای این بسیار خرسند شدم. مرحمت. تشکر صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر زهرا جان. داملازیا در کجاست؟ من هم به شما درباره داملازیا یک چیز بسیار مهم را گفتنی بودم. مایلش تا بازدید اکا جان. تا بازدید. زهرا درباره داملا چی گفتن میخوایی؟ ازدواج ساخته کردنش را میگوید. آخر تا که این را پنهان داشته میتواند. تولین خاموش شو. زهرا به تو میگویم مرا عصبی نکن. درباره داملازیا چی گفتن میخواهی؟ داملازیا نمی آید بابا، با اشتباهی تو. داملازیا نمی آید؟ چی شد؟ تو حالا هم در همین جایی؟ آدمی پستی ابله، زود از اینجا بیرم.
چیکار کردی؟ یاری دهد با یاری تاجیلی زنگ زنید نمیک. یاری دهد تو چرا این کارو کردی نمیک؟ چی شد؟ دارو خورده است. خدای توبه. نمیک. با یاری تاجیلی زنگ زن دکتر جای زن تاکسی فرمایش ده یگان کار کنیموس. نه بیمارخانه لازم نیست. من خودم حل میکنم. کنه بیا نمیک. کنه خیز. نمیک چرا این کارو کردی؟ خانم زهرا از شما یک چیز را خواهش کردنیم. لطفاً داملازی‌ها را به پلیس ندهید. همش از برای خطای من است. برای دزدی کردن مجبور شد. اصلا او دزدی را کیها ترک کرده است. به این حالا هم درو گفته ایستاده. چی خیر داملازیو ها؟ او کالتاکیلاس است. به کالتاکیلاس بودن او ننگرید. در حقیقت بسیار انسانی قلبش پاک است. سری کسی به تنگی افته درحال به کمکش می‌دود. او را اینقدر تعریف نکنید. دوستی او هستی چرا به تو باور کنم؟ تو هم یک دروغگو هستی. خانم زهرا من خودم را نمیگویم. از خودم گذشتم. اما باور کنید برادرم قلبی مانند الماس دارد. انسانی پاک است. خانم زهرا التماس میکنم برادرم را به پلیس ندهید. سرجونی خدا گلی دیر میکنه او کجا شده باشد؟ من از کجا دونم؟ سلامت باشی. رحمتی کالونیانگا اکا بخیر است تو مرا چرا در حال به اینجا دعوت کردی؟ های پسر تو در کجا میگردی ها؟ شب رو در کجا روز کردی ها؟ اکا چه خیلی شب چشمم رو بزور میکشم بیمار هستم مگر نمیبینی؟ لوینت میدونی ما با پاریژ میرویم. این چقدر خبر خوش است. کاش که بیمار نمیشدم. حتی همین شب این برای من سورپرایز کلانش براوقتر نگفتی که من لیباسم رو جمع کنم. بازید به سردانم زنگ زنم هیچ گپ نه. یعنی لوین با تعلقه ندارد ما میرویم. همین خیل. باز من فکر کردم که شما مرا همراهتان میبرید. نه کجا شد آن روزها؟ هفته مود بوده است. نمایش مود یک هفته ندعوتی هستیم. در اصل ما نمیرفتیم. دیگر رفیقانمون میرفتن. از سبب کار داشتنشون ما را روان میکنن. اما خوب شد. بسیار نمایش کلان مهم است. مطلقا رفتن ما لازم است. بله. البته روید. سعید جان بین تو چقدر کودک خوشبخت هستی. من در حیاتم به خارجه نرفتم. تو در کودکیت به پاریژ میروی. سعید جان از رفتن بسیار غمگینم. اما کت رو فراموش نکن. تو رو بسیار یاد میکنم. مرا یاد نمیکنی. چی خیر؟ چون که با تو میمونم. اکا مگر مسخره میکنید؟ یعنی شما ما رو مسخره میکنید؟ اکا این چی گپ است؟ شما این کار رو برخاست میکنید؟ آخر لوینت اما کش هستی با ما آمدنی اونا ممکن است باید مکتب روند. بله یعنی چی کار میکنن؟ امک دارد. ما باشیم ما فکر کردیم که امکش نگاه میکنند. از همین سبب تو رو دعوت کردیم. اکا جان یک بار فکر کنید. سعید جان ببخشید که من این گپ رو میگویم. ای گوش کن اکا جان تمام معلم میدونه که سعید جان یک کودک بی تربیه است. من از اوداش نمیبارم اکا. میلش خواطر نشو. یک جو زنگ زدیم. یک هفته اینه یک دویا میآید. چی دونم؟ یعنی خوراکش رو تیار میکند، لباسهایش رو میشوید، اما چیزی نباشد در نزدش یک مرد بودنش لازم است برای نظارت کردن اخی. همچون امکش این وظیفه رو به تو واگذاشتنی بودیم، اما فکرمون اونقدر راست نآمد. دلت نخواسته ایستاده است. از همین سبب گلی با مادرت زنگ زد. با اونجا میبریم. سعید جان را اون نگاه بین میکند. دیگر چاره نداره. رفتیم پسرم. تمام من نگاه میکنم. بیا دست فرد. نه دلت نخواسته ایستاده است. این خیلی نمیشود لوین. تمام دلم میخواد. من نگاه میکنم. رو نزد. هورا یک هفته تنها میشوم. اکا مگر چونی کودک رو به دنیا میارن؟ خیر ما کمتر بعد میبرایم. با فکرم دویا بعد از یک ساعت میآید. من به تو کلیدها رو دهم. محکم میکنی.
باز فراموش نکنی. اکنون باشد ما میرویم. گلی میرویم. به من گوش کن. عمرکت رو غم نده. کن اینجا بیام. تو رو دوست میدونم پسرکم. خیر خودت رو احتیاط. رای صفحه. اگر مشتری آید قید بکن. البته قید میکنه. اگر مشتری بیاد کوتاش رو میگیره. رفتیم ببینم دیر مونده ایستاده. بسیار خوب آمد. این هفته شادی و خورسندی میکنیم. مایل سعید جان، با من نزدیک نشو که من بیمار هستم. من پلیس هستم. حکم رو بین مرا با چی کارها آواره میکنه. ساعت چند شده باشه؟ فراموش کردم. قدرم را زنگ زده بپرس. برای گوشه خطی کودکا بازی که گرنگ نکن. در اینجا چی کار میکنی؟ تو ما رو تعقیب کرده ایستاده. کنی رو از اینجا. با تو گفتم که رفتن نمیتوانم. خواهرم رو پرتافته به هیچ کجا نمیروم. خوب پس از چشمی من دور شب دوست. تو رو دیدن نمیخواهم دور شب. گوش کن. اگر ما رو گوش کنی. چی رو گوش کنم؟ دروغویت رو گوش کنم. به همه کی بودنت رو میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ کالتکیلس یک دوست و قاتل بودنت رو. از کالتکیلاس گفتنی یک دوستی قاطع حامله بودنت رو هم میگویی؟ سفسطه نگویید چی خیلی حامله ها؟ من حامله دار نیستم. اما هم خیلی فیلر داره. خوب پس حامله دار نبودنم رو میفهمونم. این هم قدر آسان نیست. بعد کالتکیلاس بدنی من رو فهمیدند این خیلی گفتنت رو همه فکر میکنند. هیچ کس به تو باور نمیکنه. خیر چی کنیم؟ من باشم میگویم که دروغ گفته بودم. عجبا با کدام دروغت باور میکنند ها؟ گوش کنید خانم زهرا، خود به خود یگان زن من حامله دار هستم نمیگوید. هیچ کس به این باور نمیکند. آخر مرا پدری ساخته کرده. مجبور شدم میدونید. من هم مجبور شدم. چند ماه شد یک بازی را دوام داده ایستاده و من تو رو یگان بار در نیمه راه نگذاشتم. نفهمیدم. مرا در نیمه راه نگذاشتی؟ این کاری کرده در نیمه راه گذاشتن نیست. چی است مگر بفهمون؟ دومولویم گفته کالتکیلاس بر اومدی. این حالت فرق میکنه. با همه چیز نگاه نکردم. من این بازی رو دوام دادم. علاوه بر این شما مرا به این بازی داخل کرده. بگذار زبانم میپیچید و شخصی ویلادور شوندم این است نمیگفتم. گوش کنید. من شما رو هیچ وقت در نیمه راه نگذاشتم. حالا شما مرا گذاشتم میروید. آفرین. انگشتم رو چکمتر دارم. پولی شود؟ بیا. خوب هستی؟ خوبم. کنی گذر؟ بیا باروی. بیا کنی گذر. خوبی ها؟ شکر که حالتش بهتر شد. کنی نمیک اینجا شد. کنی. آفرین. خوب هستی ها؟ سیوال حیاتم رو نجات دادی. من از تو قرضدار شدم. من نه. او کمک. تو؟ نمیک چرا تو این کارو کردی؟ اگر یک بار دیگر این خیل کردنی باشی رفته در دیگر جا بکن. فهمیدی مرا؟ نگذاشتی که من خودکشی کنم ها سیوال جان. من تو رو بسیار دوست میدارم سیوال جان. یک امکانیت دیگر ده جگر تا بخورم. با خدا دوستت میدارم. امکان ده. تو دمی که در دست این کنعانی دیوانه کار میکنی نمیشود نمیک. اما اگر با او کار کردن رو بس کنی، یعنی اگر با کنعان کار رو بس کنم میشود؟ بعد فکر میکنم. تمام بس کردم. کنعان گفتنی شخص رو نمیشناسم. اون رو از حیاتم دور کردم. بله حل میکنم. من به تو یک کوسه آب بیارم. بسیار خوب میشود. بله خدایم. قبول کرد. راضی شد. قبول کرد. تو مثل شغال بوده یا؟ شغال گفتی؟ چرا در نظر داری؟ بسیار خوب دلبرداری کردی ها؟ دلبرداری؟ این خموتیر نشد. در بین دوستان این خیلی ها پیدا می شود. در بین خودمون خورسان شوم، غمگین شوم. ولی قبول کرد. بله. خوبم. کنی بیا پسرکم پیر. آیستا بله آیستا آمدن گیر. تیارمون آماده است. بله اکنون به ایستگاه آخران رسیدیم. اما من با تو بسیار میفخرم. من هم میفرخم جان جانم. انا بین من تو را با این حال بیماریم به شیرینی خوری بردم. خوب خوردی گشتی. اکنون لباسات رو عوض کرده راست به مکتب را جان جانم. اما کی
من خودم بیمارم، مرا غم نده. اما هیچ خواهشی به مکتب رفتن رو ندارم. همین خیر. پس نباشد من تو رو قیچق میکنم. زود باش، لباسات رو عوض کن، به مکتب میرویم. الحمدلله. خدا جان. چی شد اما کی زنگ میزند؟ ناگهان در هیجان افتادید. سله زنگ میزنم. اون دختری که با خواستگاریش رفتیم باز با او خوراک تیار کرده بودیم همون. بله من آخر دیگر یگان سله رو نمیشناسم پسرم. در حیات من بغیر سله دیگه همه مردک. خیر اما چه انتظار هستی؟ با تلفن جواب ده آخی. راست گفتی یک دقیقه. سلام خانم سله. نه باید آواز کمتر باریک شود. خانم سله شما چه خیل شده؟ زود باش اما زود. الا لبای خانم سله. لیوت چه خیلی؟ ابشو لیوت خوبم خانم سله خوبم. لیوین تو بیمار شده ای؟ نه خانم سلین چی با سعید جان کمتر در داخل پارک باغا گشتیم کمتر چند خوب در اومده است. سعید جان؟ ها کمشون یک هفته نه با پدیش رفتن. سعید جان رو یک هفته من نگاه بین میکنم. ای تو باز به این حالت کودک نگاه بین میکنی؟ مایلش لیوین جان خودت رو نغز نگاه کن. من باز به تو زنگ میزنم صحبت میکنی مایلش خانم سلین برای من خواتیر شده است. برای گوشه به مکتب برا. اوف سلامت باشی. نمیارزه زود به مکتب رو. بیچاره جانی من بسیار زکونی سخت شده است. ینگش هم رفته است. اکنون لیوین جانم رو کی نگاه بین میکند؟ لیوین جانم رو؟ این چی گپ است؟ سلیم به خدای توبه من چرا به تو باور کنم؟ من حتی نام اصلی تو رو نمیدونم. تو سر تا پا دروغ هستی. احمد زیو. احمد زیو؟ بله. نباشد عزمی بلود کی است؟ عزمی بلود او یک دیوانه است. تو دیوانه هستی. از روی تو شده اون آدم به مسجد در آمده نمیتونه. حالا تو میبینی حالا ایست یا خدایا این راه رو بستنده هیچ گپ نی در هر کاری خیری است. دوملایی ساخته دوملازیا حالا نقابی تو را فراورده در نزد جماعت شرمندت میکنم. کی بودنت را همه میفهمند. هیچ چیز ندانستنت را میفهمند. تو به جای من آمده به من فلاکت شدی. من باشم حالا شخصی ساخته شده و تو فلاکت میشوم. روزت را میبینی. نقابت را آشکار میکنم دامولای ساخته کار. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدایا توبه. روزی بران بود است. ببینیده مرا ماشین مرده کشک نزد. شاید مرا نشناخت. اینها هیچ نمیشناسن. حالا میبینیم. میدانی دل من برای خواهرت بسیار میسوزد. در آخر حقیقت رو میفهمد. نمیفهمد. برای محافظت کردن خواهرم مجبور هستم. بیتل رو از کی محافظت میکنی؟ از کنعان دیوانه. کنعان دیوانه چی علاقه داره؟ یک روز به خانه کنعان دیوانه در آمدم. مجبور شدم. به جای ایستادن احتیاج داشتم. خانه او بودنش رو نمیدانستم. علاوه بر این خانه خالی بود. یک قدم که با خدا که میپرم نزدیک نشود که این گناه من بشود. سرد کچکور میکنی آخر سرد من را. تو خواستی که او رو نجات دهی اما او این رو در خاطر ندارد ها؟ بله. چرا این خیلی پرسیدی؟ چه خیر؟ مانندیانه که باور نداری. باور ندارم. به یکون چیزی تو باور ندارم. تو یک شخص دروغگو هستی. گوش کنید بس هست آخر. در اصل به تو بس هستی. شرم نداشته حالا هم دروغ گفته ایستاده. بیگناه که باشی چرا رفته تسلیم نمیشوی؟ گوش کن من بیگناه اما تا زمانی که خاطره کنعان دیوانه خیلی رفتن گیرد بیگناه بودنم را اثبات کردن نمیتونم. فهمیدی؟ از همه مهمش بیتول است. اگر بیتول کلتکلاس بودن مرا فهمد از من دور میشود. او رو بار دیگر از دست دادن نمیخواهم. چه خیلی نباشد میفهمد؟ نمیفهمد.
تا وقتی که شما نگویید نمیفهم. لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. تو میدونی که از نی اونرم از پی تو است. چرا برای ازدواج کردن با من راضی شدی؟ نمیدونستم. بعد خبردار شدم. مایلش بعد خبردار شدی خرچه رو دوام دادی؟ آخر تو برای رد کردن فرصتی زیاد داشتی. چرا چنین کردی؟ چرا گفتم جواب دی؟ بله جواب رو انتظار هستم. چونکه به تو عاشق شدم. تو رو دوست می‌دارم زهرا. دوست می‌دارم. چونکه حالا دروغ موافق نیافتی ها؟ من شما رو در نیمه راه گذاشتن نمیخواستم. همش همین است. به تو باور ندارم. پیش خیزات حساب رو بیارید. چی شد میخیزیم؟ میخیزیم گفته چی رو در نظر داری؟ اکنون دیگر در بین ما گفتن گپ نیست. من میخیزم. تشکر. Ve sana rağmen